بسم الله خالص نیتم همراه نصیب ایلسه الله آنم خواجه قلمن آتم خواجه قلمن borligimga sababim mehr ko'nglim tarafim farzim qarzim sharafim onam hoji qilaman otam hoji qilaman jannat onam poyida otamning duoyida menga eng ulug' foyda onam hoji qilaman otam hoji qilaman onam mening jannatim kalitisiz otam mening yelkamda qanotimsiz onam mening jannatim kalitisiz otam mening yelkamda qanotimsiz armon belim sindirib yelkam uzra mindirib Ka'bani aylantirib onam hoji qilaman otam hoji qilaman dunyodagi ishim shu bolalik xohishim shu eng shirin tashvishim shu onam hoji qilaman otam hoji qilaman jannat onam poyida otamning duoyida menga eng ulug' foyda onam hoji qilaman otam hoji qilaman onam mening jannatim kalitisiz otam mening yelkamda qanotimsiz onam دایما شکر خدا کن تو اگر داری پدر خاک پایش توتیا کن تو اگر داری پدر. السلام علیکم بیننده ها، تماشابینان، مخلصان برنامه تبریکاتی و البته شبکه شهنام. امروز عزیزان ما در طربخانه سلطان سرای برای تبریک کردن بختیارکه از نام زهرایتی از راه دور از مسافرت از شهر امریکا از نام خورشیدکه گلشنایتی احد علی و تیمور جان از نام شهرزادکه و زلیخا آیتی زرشدکه و خورشید آیتی ها تبریک میگوییم. آن لحظه های خورسندی را همراه شمایان به هم میبینیم. با ما باشد، رفتیم. دایما شکر خدا کن تو اگر داری پدر خاک پایش توتیا کن تو اگر داری پدر بهره‌گیر از هر سخنهای فرنگ‌انگیز او زیر پایش سجده ها کن تو اگر داری پدر. پیش از همه السلام علیکم پدران عزیز، مادران مهربان، زنبانوان. من امروز در این طربخانه زیبا که با نام سلطان سرای دیده و دیده رسیده ایستاده ایم با مناسبت که امروز پدر عزیزی خاندان البته بختیارکه جشن زادروز دارند به ملال باشه مگر برای بختیارکه یک قرصک زنیم پیش آنها تکلیف میکنیم. مرحبا. السلام علیکم. بختیارامک زادروز مبارک، روزی خورسندی را، روزی تولد را، میلاد عمر را مبارک باد میگوییم. امروز روزی خورسندی من امروز دخترک نازنین خاندان اولین بار در خاندان شما همچون مهمان به خاندان پدرشان آمده ایستادند. در روزی زادروزی شما امروز میلاد عمر را مبارک باد میگوییم. یک تا یابید کنه اندامی کی آمده که ما شما تبریک با شما بهتر البته از نام خاله جان عزیزم از نام زهرایتی شما را تبریک کنی آمدیم. البته مسافران که در مسافرت هستند فرزندان عزیزتان در شهر امریکا هستند از نام خورشیدکه از نام گلشنایتی نبیره های شیرینتان احد علی تیمور جان شهرزادکه و زلیخا آیتی و البته زرشدکه و خورشید آیتی ها شما را تبریک میگویم. گفتند که پدر غمخوار پدر مهربان تمام هستی خود را برای ما فدا کردگی انسان
برای ما جوانی را فدا کردند. شب و روز مهنتی حلال کرده همراهی مادرم و ما را با وای رساندند. ناز ببینیم شما. خدا با شکرانه میگویم که این خیل پدر این خیل مادر داریم تا دنیا باشد باشند و هیچ وقت درد و غم را نبینند. شاخصتانی طلایی خاندان ما هستند، قبلگاهی فرزندان هستند و کتابی پند و اندرس ها. عزام ما برای پدر عزیزم برای دادجان ما که یاد کردیم شده. گلشنایتی تعیین به تعیین کردند که چهره زیبایشان را یاد کردم، آن روی پر از نورشان را یاد کردم. برای پدر عزیزم رسانید که چشمهایی از محبت نور شرار دارد پدر، سینه مانند آتش شعله‌ور دارد پدر، با نگاهش پی برد از حالت فرزند خود، از همه راز نهانی دل خبر دارد پدر. در وجودش ذره نامردمی موجود نیست، جز جوانمردی کجا فکری دیگر دارد پدر. بحر اقبال و سعادت در نبرد زندگی از سر جانی عزیز خود گذر دارد پدر. در بینای خاندان بر شخصتان مانند همه روزگاری هستی ما را به سر دارد پدر. پدر عزیز بختیارک امروز روزی زادروز را مبارکباد میگویم. من امروز خورشید بانو اولین بار به خاندان پدر مهمان شده ایستادیم. دختر هم خیلی بودن، دخترها هم خیلی بودن که با یک ناز و نیاز با یک مهنت های حلال البته با وای میرسانیم و آنها به خاندان خود به خاندان بخت گسل میکنیم. من امروز دختری که اینجا شما همراهی آیلهشون به خاندان شما اولین بار همچون چیلگریزان میگویند در عرفیت در سمرقند مهمان شده ایستادن. امروز زادروز را مبارکباد میگویم. خدا کند که 120 ساله شوید. در روزهای خرسندی شما دیده و دیده هستیم همراهی زهرایتی به زیارت مکه و مدینه به زیارت خانه خدا کعبه الله را دیده آمده. البته حج ها کنید. وقتی آمد شما را حاجی بابا گوییم، زهرایتی را حاجیانه گوییم و در آن روز خرسندی باز شما را تبریک کردن نصیب کنند. امروز چند ساله شده و من پرسیدن از خاطر برآمده است 17 یا 16 یالی انا اخت قرصک زنیم برای مرد 20 ساله. زادروزتان مبارک باشد. دمی پیری و دولت پیریت یاد روز خرسندی بار دیگر مبارکباد میگویم. امروز بزم زیبا را مبارکباد میگویم. البته زهرایتی هیچ وقت غمگین نشوید. دختران میگویند مشو غمگین اگر دختر بزادی، که با دختر بود پیوسته شادی، بسا دختر که صاحب تاج گردد و پیشش 100 پسر محتاج گردد. امروز دختران میگویند که ما جایی 10 پسر را میگیریم و پدر مادر را تاجی سر کرده همیشه حرمت و عزت کرده میگردیم. امروز برای شما البته بختیارک از نام زهرایتی از نام فرزندان عزیزتان میگویند پیغمبر خدا فرمودند اگر 3 دختر را با نام نیک صاحب بخت کنید اگر در کلید جنت از آن شما بوده است. من از شما از همه مردی خوشبخت‌ترین صاحب 3 دختری نازنین هستید. از نام فرزندانتان برای شما البته انگشترین طلا عضوی طلا تیار کردیم. مهمانات قرصک میذاریم میسپارم خداشان. مرحبا. از نام خواهر عروس‌ها البته جامه‌های زیبا برای مرزا بختیار آمد. مبارک باشد. البته حاضر سخنهای تبریکاتی را یک تا میشنویم. مرحمت. avvalambor assalomu alaykum. Bugun mana ukajonim Baxtiyorni dargohiga xush kelibsizlar deyman.
bugun ukamni tug'ilgan kuni va ya'ni qizi Xurshida Bonuni Talboni shu fursatdan foydalanib men ukamni tabriklayman. Uzoq umr, sihat, salomatlik tilayman. Hamisha qilgan rejalari amalga oshsin. Nima niyat qilgan bo'lsa niyatiga yetsin. Hamisha xush xursand yursin. Quyoshday umring bahorday ochilib, musaffo qalbing osmonday tiniq, beg'ubor bo'lib yurishingni tilab qolaman. Rahmat. Rahmat, salomat bo'lsin, marhamat. بختیار جان همین یاش به در آمدگیت به خدا با شکر تو جنتی باشی منم جنتی منم سید دخترم دیم کلنم پیچاری مون جنتی خدا با شکر بچه هم یاشی من در آمده تشکر باشی کده بچه کاش حضورش بینم همیشه یافتگیش دوی تماشا دست دوش کدی برسولم Rahmat, salomat bo'lsangiz. Zodingiz muborak. Zuhroyt yakta tabrik kunayim. Marhamat. Tabrik kun. avvalambor hammaton va assalomu alaykum. Xush omadayton. Imroz dadima darajdanishon atta gidib tabrik mikunam. Anomi oyte. Anomi hamemo. Sad badar. Rahmat. Elansa anamijo yak o'ynashlardan rasm megirem. Ba'd az on az imroza موسیقی‌های شوخ برای شمایان می‌سراین یک جای می‌رقصیم خرسندی می‌کنیم امروز بزم زیبا را زادروز را طلبان رو با یک درجه اعلی می‌گذارانیم بار دیگر بختیارک زادروز مبارک باشد این خیلی در اطرافتان دوستان و نزدیکان همیشه باشند و بزم زیبا را در 63 سالگی پیغمبر سالی البته خدا کند که در حج آشی‌ها شما را تبریک کردن نصیب کند مرحمت یک تا اولیوی رسم می‌گیریم بعد از آن می‌رقصیم خرسندی می‌کنیم مرحمت otam hoji
شهیدم بیایید بیایید که گل سار دمیده بیایید بیایید که دلدار رسیده من بیننده های عزیز امروزه بزم زیبا زادروز بختیارکه را با یک بختیاری شادمانی نیکروزی به آخر رساندیم. همراه شمایان به هم دیدیم در این خیلی روزهای خورسندی، در این خیلی بزم های زیبا. البته جمعه شهنان این خیلی شکوهی بسیار هم زیبا و خورسندی بخش را همراه خود میبیاریم و با شما تحفه میسازیم. با ما باشید، با شبکه شهنان خود را احتیاط کنید.